من خیلی خوشحالم که به عنوان سرمربی تیم ملی آذربایجان انتخاب شدم. تیم آذربایجان یه تیم خیلی بزرگیه و سالهاست که رو سکوی جهانی از مدال المپیک داره و این کار برای من خیلی سخته، ولی با کادری که انتخاب شده که با خود من 3 ایرانی هستیم و 3 آذربایجانی و کسای دیگه ای هم که انشالله بعداً در آخرش که المپیک لس آنجلس به امید خدا به اون آرزوی 23 ساله‌ای که حالا فکر یه مدال المپیکیم شاید بیشتر از 1 مدال طلای المپیک بتونیم برسونیم. انشالله روز به روز کیفیت کشتی بالاتر بره و صحبت‌هایی که با دبیر کل محترم فدراسیون کشتی آذربایجان شده در رابطه ما اینی که ما تمرکزمون رو بذاریم برای مدال انشالله طلای المپیک، ولی خب توی این مسیر ما 2 قهرمانی جهان داریم، میخوایم انشالله اونم خوب تمام کنیم و به المپیک برسیم. هدف اصلی ما تو این 2 سال و 9 ماهی که تا المپیک مونده یه مسیری با موفقیت‌های مختلف، ولی در نهایت با رسیدن به مدال طلای المپیک.